چطور هستن اولایی که نسبت به فرزندشون رعایت نمیکنن و کجا میرود چیکار میکنن وقتی که مقصد اولاد از سر دسترخوان جمع میشود من نسبت به اون فرزندا میگم که فرزند جان تو امروز چیکار کردی باید کجا بری باید چی کار بکنی اوش از بی اهمیتی هم پدر مادر اگر در اولا اتفاقی باشد حرمت احترام باشد نسبت فرزند اون اولا خوب میرود با فکر من حرمت فرزند و پدر کمتر شده است. سال پیشینه وای بود احترام پدر و مادر در مکتب تربیه میدادم در نصیحت میکردم جمعه محفلات هم میشتی گپ زنون میکردی میفهموندن که هم خیلی وای بود حس میکردی که ایدئولوژی ساز بوده که دوره شوروی را میگم که حاضر نخواهی که هسته آدمایی هسته که پدر مادرشون حرمت میکنن آدمایی هسته که غیر پدر مادر نمیپرسه که کی میای کجا میای به اندیشه من وقتی که در اوله هم دیگر فهمی حرمت احترام هست در اون اوله البته که آسایشتگی دیده میشه اما شخصا فکر من همین است که هم بسیار پدران جوابگو نیستند همین رعایت نمیکنن همین چیزی پدرشون رعایت نمیکنن یگان جوابگو نیستن یگان واریانت یگان طرفی هم دیگر فهمی نیست مادرم این یک شخص نزدیک است برای فرزند البته مادرم عهده‌دار است که همین تربیه نصیحت به فرزند اما بسیار مادران میدونن چخل ده همینطوری که نمیدونم اصلا جای نبودن جای کار است نمیدونم بسیار پدران با فدراسیون روسیه میرن البته که فرزنداشون تربیه خوب نمیگیرن بسیار تر رعایت میکنن بسیار اویلا رعایت میکنن میره فرزند تربیه میکنن مثلا با ای خوردی ای وقت تولد میشوه کودک امر با گویا و میبره بعد نه بخچوی که مثل کودکونه اینجا میبره این بخچو تربیه میگیرن بعد بخچه بند میبرن مکتبای میونه میرن مکتبو که توم کردن بعد پدر مادر غمخوره